سلام. چه سنگ هایی رو برای چه کارهایی باید استفاده کرد؟ قسمت اول، اونیکس لاجورد آماتیس برای پرستارها و دکترهای عزیز، باعث آرامش ذهنی، کاهش استرس و افزایش تمرکز. عقیق سلیمانی حدید و چشم برق برای مهندسین و معمارها، افزایش قدرت تصمیم گیری، نظم ذهنی و افزایش خلاقیت. لاجورد، فیروزه و فلورید برای معلمان و استادان دانشگاه عزیز، تقویت بیان، آرامش در ارتباط و افزایش اعتماد به نفس. و اما برای وکلا، عقیق، یشم و چشم برق، تقویت تعادل، عدالت‌خواهی و آرامش در تصمیم گیری. تا مجموعه بعدی، یا علی مدد.